سلام و درود فراوان. خیلی خوش اومدیم به یکی دیگه از قسمت‌های دوره ما که می‌خوایم با هم دیگه ضربات آپوگادو رو یاد بگیریم و نحوه نواختن ریتم‌های دو-چهار ساده و دو-چهار ترکیبی رو آموزش ببینیم. خب اول از همه بگم که باید تمرین‌های قبلی رو انجام داده باشی، یعنی تعویض آکوردهای AM، E و DM رو باید به خوبی مسلط شده باشیم بهشون. ریتم‌های 3-4 و 3-4 ترکیبی رو باید خیلی عالی و درجه 1 بتونیم بزنیم و بعد بیایم سراغ این قسمت. اول از همه ما می‌خوایم ضربه آپوگادو رو با هم دیگه یاد بگیریم. ضربه آپوگادو به چه صورته؟ به این صورت که هیچ صدایی، یعنی هیچ صدای نوتی از سیم‌های گیتار نباید مرتعش بشه و یک صدای حالت خفه شدن به این صورت باید شنیده بشه، یعنی هیچ صدای نوتی از گیتار بیرون نمیاد و یک صدای حالت خفت مانند شنیده میشه. خب برای اینکه ما بتونیم این تکنیک رو اجرا بکنیم، مدل های خیلی متنوعی داره که شما میتونید اجراش بکنید. یکی از مدل هایش که خیلی کاربردیه و تو این مدل ریتم هایی که من به شما آموزش میدم خیلی میتونیم ازش استفاده بکنیم. به این صورته که زمانی که توی یک ریتم ما ضربه آپوگادو رو داریم، انگشت آی یعنی انگشت اشاره ما باید توی دست جمع باشه، باقی انگشت ها باید باز باشن. از اینجا تا اینجای دست ما، یعنی این تیغه کناری دست ما روی تمامی سیم ها میشینه، به صورتی که هیچ صدایی از سیم ها نباید بیاد بیرون. به این حالت و این ضربه شلیک میشه، یعنی زده میشه. خب حالا این دو مرحله همزمان ایجاد میشه. یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه این تیغه دست میشینه روی سیم، این ضربه زده میشه. برمیدارم، انگشت جمع، به این صورت ضربه زده میشه. نکته ای که خیلی باید بهش توجه بکنید اینه که دو مرحله ایش نکنید، یعنی به عنوان دو ضربه توی ریتمتون استفاده نشه. اول دست بشینه، تازه انگشت جمع بشه و ضربه بزنه. کاملا این کار غلطه. انگشت باید از قبل آماده باشه، همین که سیم رو لمس کرد ضربه بزنه. اینجوری بزنم این خودش دو مرحله حساب میشه و خف ما رو خراب میکنه. مدل های خیلی متنوعی از آپوگادو زدن داریم، ولی این مدل توی ریتم هایی که من میخوام به شما آموزش بدم خیلی کاربرد داره و خیلی کارتون رو راحت تر میکنه. پس شروع کنید به تمرین کردن. انگشت هایی رو جمع کنید، همین که دست شما به سیم برخورد کرد ضربه رو بزنید. اگه دستای شما انگشت های کوتاه‌تری داره، از اینجا حتما استفاده بکنید. تیغه رو کامل بزنید روی سیم و ضربه بزنید. دست باید یه ذره پایین‌تر قرار بگیره که راحت بتونید ضربه رو بزنید. ضربه میتونه انتهای سیم بخوره، روبروی دهانه صدا بخوره. موقعیت مکانش از روبروی دهانه صدا تا نزدیک های پل پایانی ما میتونه متغیر باشه. حالا بستگی به نوع ریتمی که میزنیم این تغییر میکنه. پس اول این رو هی تمرینش بکنید، کامل بهش مسلط بشین. وقتی مسلط شدین حالا بیاین سراغ ریتم دو-چهار ساده ما. ریتم دو-چهار توی کسر میزان دو-چهاره، یعنی 2 تا ضربه نوت سیاه. ما برای اینکه ریتممون قشنگ‌تر بشه از 4 نوت چنگ استفاده میکنیم، یعنی 1 و 2 و 1 و 2 و. خب حالا میخوایم شروع کنیم به ضربه زدن. میشه ضربه اولمون با انگشت آی پشت ناخن بدون اینکه موج حرکت اضافی داشته باشه، یعنی با موج حرکت نمیکنه، انگشت ضربه میزنه، دست باز باید باشه و به این صورت ضربه اول زده میشه. 1. ضربه دوم که و باشه و چنگ دوم ما بر میگرده. ببین 1 2. مچ من کمترین حرکت ممکن رو داره، یا اصلا حرکتی نباید داشته باشه. 1 و 1 و. ضربه سوم من آپوگادوه، خب یا همون خفت کردن سیم های گیتار یا میوت کردنشون. ببین دست من ضربه دوم رو که میزنه جمع میشه خودکار توی دستم. ببین انگشت من موقعی که ضربه دوم رو میزنه جمع میشه توی دست من. حالا میخوام ضربه سوم آپوگادو یا خفت بزنم. این آماده ضربه زدنه. دست میشینه روی سیم، ضربه زده میشه، دوباره بلند میشه و ضربه چهارم برگشت زده میشه. یعنی میشه 1 و 2 و. خب حالا این مدل
خفی که من به شما یاد دادم، ببین چقدر کارتو راحت میکنه. شما فقط از یک انگشت میای استفاده میکنی. خب میزنی یک و مچ اینجوری حرکت نمیکنه، میزنی یک و مچ همینجا آماده است، میشینه، خفا میزنه، بلند میشه، برگشت. این یک دو سه چهار، یا یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و از سرعت پایین شروع میکنی. 4 تا ضربه مساوی باید باشه. اگر این بر فرض مثال زمانش، حالا بر اساس ثانیه بگیم که راحت‌تر متوجه بشی، 1 ثانیه هست، اینم باید 1 ثانیه باشه، اینم 1 ثانیه، اینم 1 ثانیه. اینجوری ریتم تمرین نکنه، کاملا غلطه. هر 4 ضربه باید با هم ارزش زمانیشون برابر باشه. 1 ثانیه از همه 1 ثانیه، نیم ثانیه از همه نیم ثانیه. بر اساس بی پی ام بگیم سرعت 70 همه با هم برابر باشن. 1 2 3 4 1 2 3 4. ریتم شروع می‌کنی تمرین کردن. دوباره عین قضیه ریتم های 3 4 باید ریتم رو اتوماتیک کنی توی ذهنت. اینقدر بزنی که حواست اصلا به ریتم نباشه، سرعت ریتم رو ببری بالا. بعد که کامل مسلط شدی رو ریتم، اولین ریتم دو چهار ساده، حالا میای با همون 3 آکوردی که بهت آموزش دادم دی ام، ای ام و ای شروع میکنی تعویض کردن. لیزر مثلا سرعت رو ببریم بالاتر. این میشه ریتم 2 4. خیلی باید تمرینش بکنی. اول آپوگادو رو تمرین میکنی، بعد که تمرین کردی مسلط شدی می ریتم 2 4 رو تمرین میکنی. ریتم 2 4 رو با 3 تا آکوردها ترکیب میکنی و بعد میری سراغ ریتم 2 4 ترکیبی. این تمرین اول رو ما فرض میگیریم که شما انجام دادی و کامل مسلط شدی. خب حداقل زمانی هم که باید برش بذاری 1 الی 2 هفته است که بتونی روش مسلط بشی، کامل اتوماتیک بشه. میریم سراغ ریتم 2 4 ترکیبی. ریتم 2 4 ترکیبی ترکیب شده از 2 تا ریتم 2 4. خب ما 2 تا ریتم 2 4 داریم که پشت سر هم نواخته میشه. ریتم 2 4 ما 4 ضربه داشت: رفت، برگشت، خف، برگشت. یعنی از 6 به 1 بریم، دوباره برگردیم، یه دونه خف بزنیم، دوباره برگردیم. شما فرض کنید 2 تا ریتم 2 4 پشت سر هم داریم. تو ریتم اول 2 4 ضربه 1 زده میشه، ضربه دوم میوت میشه، یعنی اجرا نمیشه. 1 2 ضربه سوم خف رو میزنی و برمیگردی، یعنی ضربه دوم ما که برگشت بود حذف شد، میشه 1 به ذره صبر، خف، برگشت. توی دومیه، یعنی 2 4 دومی که حالا میخوای شروع کنی، ضربه 1 رو نداری، یعنی رفت رو نداری، برگشت، خف، برگشت. اینجوری میشه 1 2 3 4 1 2 3 4. پس میشه 1 2 رو نمیزنم، 3 4 دوره 1 رو نمیزنم، 2 3 4. این ارزش زمانی این ضربه ای که نمیزنیم، یک چنگ باید ما سکوت بکنیم حتما. یعنی میزنیم 1 و 2 و 1 و 2 و. حالا یه ذره سرعتش رو تند کنیم ببینیم چه شکلی میشه. ببریمش توی آکورد. این میشه ریتم 2 4 ترکیبی ما. پس اول آپوگادو رو تمرین میکنید، 2 2 4 ساده رو یاد میگیرید، سوم میرید سراغ ریتم 2 4 ترکیبی. حالا میریم سراغ مترونوم رو روشن میکنیم، میذاریم روی 2 4. چنگ 2 4 رو هم ما فعال میکنیم، یعنی میشه 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. حالا به ازای هر بوقی که میزنه شروع میکنیم به ضربه زدن. 1 و 2 و
سرعت رو میاریم بالاتر. 170. 1 و 2 و 1 و 2 و به این صورت شروع میکنیم تک تک ریتمای 2/4 و 2/4 ترکیبی رو با مترونوم تمرین کردن که زمانش برامون توی ذهنمون ثابت بشه، نظم پیدا بکنه، بتونیم خیلی راحت این ریتم رو یاد بگیریم. حتما با مترونوم تمرین بکنید، به ترتیبی هم که توی این جلسه بهتون گفتم شروع کنید به تمرین کردن، بارها و بارها تمرینش بکنید که خوب مسلط بشین و زمانی که مسلط شدین بریم سراغ قسمت بعد. امیدوارم که این جلسه هم بهتون کمک بکنه که بتونید ریتم آکورد رو سریعتر یاد بگیرین، خوب دقت بکنید بهش، متمرکز بشین بهش. نکاتی که برای تمرین کردن توی جلسات قبل گفتم رو حتما بهش دقت بکنید و اگر هم اینها رو یاد گرفتین و کامل مسلط شدین میتونید بیاین از دوره حرفه‌ای ریتم آکورد استفاده بکنید که کامل و جامع‌تر از این دوره هست و تمام جزئیات مربوط به ریتم ها، آکوردها، نحوه ساختن ریتم ها، نحوه ساختن الگوی آکوردها رو بهتون آموزش دادم که میتونید کلی چیز ازش یاد بگیرید. هر جا که هستین شاد و پیروز و خرم باشید. خدا نگهدار.